کسی که خدایش را دوست دارد به بالای من خاک برتاید. میمتی چیکار کنم سردار؟ برخیز میمتی، برخیز، وقتی ویدار رسید. نمیتوانم سردار، نمیتوانم. میمتی، باید تسلی دلت بشود که تو خودت فرزندت را گراندی، مرا فراموش کردی. پاره های دختری مرا چیده بودیم، فراموش کردی. بیا میمتی. خنک بخورد، خنک بخورد. میمتی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا، از تو آمدیم، باز به تو برمیگردیم. با تو ما در سکونت ابدی همچون روح برگشتن میخواهیم. ما را در هر دو جهان بختیار بگردان. همه روح را که شاد به ابدیت برگشته و جنت جای بکن. مرحمت تنها از تو خواستاریم، امانت را بازگردان. پس مانده ای کسانی را که به کنارت گرفته ای، در پناهت نگاه بدار. نفس آخرین ما را در راه استقبال مرگ آسان کن.
در راه تو ما را مثل اسماعیل معتقد بگردان که قربان نشویم و مثل ابراهیم صادق بمانیم. الله هم ما بسیار عاجزیم و به مرهم تو همیشه محتاجیم. حفظ کننده ما تنها توی الله هم. سرش که ما هرگز اسیان نیست. نشان دل در حسرت دوستان ما که تو گرفته ای سوزان می باشد. ما را صبور بگردان، از ظلم ظالمان برهان. ای صاحب زمان کائناتی عظیم الشأن، ای از همه از هیچ کس، همه چیز را از هیچ تو موجود میکنی، همه چیز را صاحب تویی. میشو میگویی میشود. بخوابه. من نفهم سبب. نه مشکلی نیست. نه جان مرا حمایت کن. خوب شد آسکر.
خوب هستی؟ خوبم. تو چی؟ خوبم. خواطر نشو. جزای کارهای کردت را میدهم و جزای سزاوار خواهی گرفت. تو از جراحی خلاص شدن پدرم همراهی مادرم باش. وضعی میمتی چی خیل است دکتر؟ خوفناک نه. در 1-2 ساعت به خود می آید. برعکس دکتر، زخمی میمتی خیلی خفناک است. هرچی بهوش درازتر بخوابد همان قدر برای سلامتی اون مهم است. مرا میفهمید؟ فهمیدم جناب. سردار، بابای عمر زنده اند. وضعیتش بد نیست، پروا نکن میمتی. این طور باشد من هم نازم سردار، پروا نکن.